سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار مولوی امیرخان متقی با سرپرست یوناما و رئیس بخش سیاسی این نهاد. اشتراک سفیر افغانستان در تاشکند در هفتمین نشست مشورتی آسیای مرکزی آذربایجان و آتش سوزی در هنگ کنگ. امروز پنجشنبه ششم ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه با جورجیت گانیون سرپرست یوناما و رئیس بخش سیاسی این نهاد دیدار کرد. در این دیدار آقای متقی با اشاره به گروه‌های کاری مرتبط بر روند دوحه گفت کشت مواد مخدر در افغانستان به صفر رسیده و در بخش حمایت از سکتور خصوصی نیز اقدامات مهم انجام شده است. او تاکید کرده که طرف‌های مرتبط نیز باید برای پیشرفت گام‌های مؤثر بردارد. در مقابل خانم گانیون از شهادت غیر نظامیان ولایت‌های خوست و کنر در حملات هوایی پاکستان ابراز تأسف کرده و خواستار رعایت حقوق بین‌المللی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شد. او همچنان فعالیت گروه‌های کاری مبارزه با مواد مخدر و حمایت از سکتور خصوصی را مثبت ارزیابی کرده و پیشنهاد همکاری‌های بیشتر زیر چتر روند دوحه را در میان گذاشته است. شیخ عبدالغفار بهر سفیر افغانستان در تاشکند در هفتمین نشست مشورتی آسیای مرکزی آذربایجان و مراسم پیرامون نتایج مقاله اخیر رئیس جمهور ازبکستان اشتراک کرد. سفارت افغانستان در تاشکند میگوید شرکت کنندگان این نشست بر دوره جدید همکاری‌های آسیای مرکزی تاکید کرده و نقش افغانستان را در این همکاری‌ها مهم دانستند. در همین حال در این دیدار پیرامون همکاری میان افغانستان و آسیای مرکزی در بخش‌های تجارت، پروژه‌های مشترک منطقوی، انرژی و ترانسپورت نیز گفتگو شده است. مولوی عطاالله عمری وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در رأس یک هیئت بلندپایه برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صحت حیوانی راهی مسکو شد. وزارت زراعت میگوید که قرار است آقای عمری با نمایندگان کشورهای شرکت کننده درباره موضوعات مرتبط با وقایع و کنترل بیماری‌های حیوانی، ارتقای ظرفیت تکنیکی و توسعه همکاری‌های مشترک گفتگو کنند. و در اخیر رسانه‌های بین‌المللی گزارش داده که در پی آتش‌سوزی گسترده در شمال هنگ کنگ دست کم 44 تن کشته و صدها تن دیگر ناپدید شدند. بر اساس گزارش‌ها این آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی بلند در منطقه وانگ فو کورت هنگ کنگ رخ داده است. گفتنی است که این مرگبارترین آتش‌سوزی در هنگ کنگ در نزدیک به 6 دهه اخیر است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.